سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در لاهیجان بارانی. امروز شنبه 19 دی ماه ساعت حدود 9 صبح. لاهیجان یا به زبان گیلکی لاجون عروس شهرهای گیلانه. همه لاهیجان رو با استخر زیبا، چای خوش‌طعمش، شیطانکو، کلوچه و آبشارش میشناسن. شهر لاهیجان در 40 کیلومتری مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت و در همسایگی شهرهای لنگرود، سیاکل و آستانه اشرفیه قرار دارد. استخر لاهیجان از معروفترین جاهای دیدنی شهر لاهیجان در بخش شرقی شهر در پایین شیطانکو قرار دارد. این استخر 17 هکتار وسعت و 4 متر عمق دارد. در گذشته از قرب استخر برای آبیاری مزارع برنج استفاده می شده. این استخر به دستور شاه عباس صفوی احداث شده. در مرکز این استخر جزیره قرار دارد که گویا شاه برای خودش کاخی ساخته، ولی الان اثری از اون کاخ دیده نمیشه. وجود پیاده‌رو سنگ فرشی، فضای سبز، آلاچیق، صندلی به همراه پخش موزیک در تمام طول اطراف استخر، پارک بازی بچه‌ها، مغازه‌های خوراکی و بسیاری از امکانات دیگر این مکان رو به محلی برای رفت و آمد و ورزش در تمام طول شبانه روز کرده. از صبح زود تا تایم‌های نیمه شب همیشه در اطراف استخر جمعیت وجود داره. فضای بارونی و دلچسب هم میشه گفت بهترین حالت برای قدم زدن در این جاذبه گردشگری استان گیلان هستش. ما جای شما عزیزان رو خالی کردیم و امیدوارم این ولاگ هدیه ناقابلی باشه پیشکش نگاه زیبای شما. قبلا ولاگ قدم زدن در روز و شب در مرکز شهر لاهیجان، رانندگی در سطح شهر و بسیاری از جاهای دیدنی این شهر زیبا رو در کانال قرار دادیم که لینک اونها و همراه پلیلیست مربوط به شهر لاهیجان رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. خواهشاً با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. Okay.